بگو لالو. بله. تو مار کجا میبری؟ نصف روزگار مار بیاوردی تو. ما صبح اینا رو همگیر میفروختم، تو ما با دنبال خود کج کردی کان سرام همین جگای از که ما با دنبال تو شال شدم آخه. به نزدیک شده برسیدیم. همونجا هم گفتی ان همینجا نزدیک شده یا؟ پشت میگردنه. یعنی تو سبب رو میرسون؟ نه چیه دیگه. من بیشتر از این دیگه رفتن نمیتونم. مگه بشینم دم خراس کنم بکشی تو ما. بیای. برات ما بیایم تلک کرده. بار سنگینه تو سیفونی. ایتا محفل به بیبی بگیرم که نیه به روز عروسی خوب بیبی ندیده باشم. تولدت مبارک بیبی. بیبی جو رختانه خور بپوشین چادر خلا و سرخو کنیم بیاین تا ننه از عموم اینا میایم بیاین که کار که بیبی بیدومه باشه من آموزی باشه بیبی جو من اینا تیار کنم یک محفل به شما بگیرم بیبی که رنج شما گلش به عروسی خو مگر میتونم محفل ندیده باشیم بیبی تا ننه میایم بیبی به شما یک 1840 روپیه بیبی به شما گل خریدم یک سچرخه چیزی گری یک ضربه خیلی پیار تو خبر داره پیار و خوشحالم میشه که تولد مادر میگیریم باشه بابا بیبی یک چوبی بیارم پینیه روشنیه چشم حسوده و به خیلا کور باشه بیبی نه کو بیبی اینا میترخونی که چی فایده نمیترخه بیبی بسته همه شگو مینه بیبی دست من بگیر دیگه که من استاده شده نمیتونم خوبه از کدی ببریم بیاین بیبی بیاین کلاشو که من نمیبینه چشمامو به زمین نخورم بیبی آنه بیبی جو بیاین سه کنیم 25 تا گله بیاین بیبی بشین کجا بیبی؟ آنه بشین رو چوکی مبارک باشه بیبی اینا چیه بیبی که من نمیبینم اینا کیکه اینا هم کیکه خوب بشینیم اینا که سایز میزنه چیه؟ اینا گله اینا چه کار میکردی گل میگه به هر چمند که رسیدی گلی بچی و بجه خوب فهمیدی؟ یعنی تو ازم بچه به من بیتر شدی بیبی چکو کچک در خدمت پیامد کشیدی اینا حال خودی اینا خیلی خورده نمیشه باشه شاید همشه ننم از همون بیایم بفهمیدین میمونان هم خاله اینا رو همه بگفتم که اینا سپسکرات میکنیم اینا خوب چی بگم من چون مزانه کار قدیمم نمیفهمم اونا که بیایم تعجب کنن بفهمیدی که اول بیایم برو از اینا دیگه مثلا میمونام که بیایم بفهمید خاله هم زنگ دادم دردگاه کلم زنگ دادم دردگاه که دردگاه کرده بیبی همین تو ذوق نمیزن که چی میگو میگویم شو اما نمیره گفتن دل جمع باش بیا نه ها بفهمیدیم بیبی فکر چی میگو؟ بررسی خب من تمیت ترتیبات ندیدم چی رقم نواسه دیگه
1400 کلوچه ها شده 1800 و چی با بیلا پولا مرتکه بیبی به در سرای صبر کنی شما صبر کنی اینا رو هم باید بیاورده پولا اینا سالی بیبی ندادی؟ نه بیبی ها لب کنه بیلا 1 ساعت ای مر بشوند اینجا هیچ کجا رفتی؟ وانه من زودی میرم پس میایم از کی رفته؟ که آدم ساده که بود اگر اینا رقم ببسته می شهر بفروخت بگشتی 2 روز مگر بگشتی 1200 روپیه میشد به 1840 روپیه بفروختم برای از این برآورد کار لالا یک دفعه بیاییم من میگی بله خیریت کنه خیریت بخیر شکر شما از این سرایم لالا بله همین لالا گلای از من خریده بودک اینا رو بیاوردم برا به خونه انا گفتم میرم که پولار بیارم 1 ساعت میشه من میگم شیشتیم طال به در نشو به کی گل داده بودی؟ یک لالای بودک نفهمیدم به می سرای که شما میریم می سرا رفت برار شما بود بچه شما بود نفهمیدم من یک بچه دارم دیگه بله برا داخلم سرا رفت من 1 ساعت می شیشتیم طال به در نشو چند گل دادی بوده برای او؟ یعنی بچه من گل خریده شما؟ کوکو من نمیفهمم که بچه شما بود یا برار شما از من گل خرید گل پلاستیکی خریده گل از این گلا دیگه استونده نه از این گلا دیگه ما گل ماست چه کار کنه؟ من نمیفهمم دیگه 1 ساعت می شما رو اینجا بشونده دیگه طال کنه آماده کباش ما برن سر خبر بگیرم بریم خیر بینیم دیگه که روز ما شام به شما دیگه گل دیگه مگر بارم بفروشم اینا دیگه چیه؟ این گلا برای چیه؟ سالگرد بیبی منه اینا هم کلوچه و کیکه اینا کیکه اینا سالگرد بیبی منه یعنی مادر ما بمرده که برای سالگرد گرفتی؟ نه همین که امروز به خدا داده اینا رو 85 سالش جشن تلاوت جشن تلاوت گل بیبی خدا شما رو بزنه شما چه کار میکنیم مر در به در کردیم آخی این وقت همین کارا هسته که شما این کارا میکنی نه دیگه مادر خب بگردم 85 سال عمرتونه من همین پوله مینا جمع میکنم 2 بوجه برین میستم که خرج خونه ما باشه زندگی ما باشه نه رسم رسم دنیایی باید مردم ببینید همه از ما با ما سر من بخوریم بخیر خود رسم رسوم شما اگر میفهمید خدا نکنه 85 سال عمرتونه این کارا به بچه خوردم بچه نادون میگیرم امرو کم کن امرو خب نه میگم امروز که 85 میلا ساله همینا رو جمع میکردم به خوب برای این جروغان میستونه که 1 سال خرج ما شما همین نواسین هم یک امید دسته بیبی خواهی کارو بکرده دیگه نکنیم ایتا کارو گناه داره گردن غار خدا پولا را کجا وردی پولا از اینا را کجا وردی پولا گلا ندادم مرتکک در سلامتله واسه پولا جمع کردم برو دست دی وقت بازار کی کار بدادم پولا اینا 1420 روپیه برو اینا را بده دست دی کجا برو؟ 1 ساعت میشه مرتکب در سر استادیه پولا جمع کردم برو دست دی اینا رو بخریدی بیبی ور میدارم اینا رو بخریدی ور ندارم مادر جو بد کردم با مثال میفهمی یا نه 85 سال عمرتون گذشت خب رسم رسم دنیایی چه کار کنم نه اشته رسم رسوم دنیاه حال این مردم گفتم رسم رسوم دنیا به بچه ها نادون 1 ساله میگیرم جشن تولد نه بعد آدم های 85 ساله او زن اگه گیلک نمیفهمی تم نمیفهمیدی مادرم که بیازو نمیفهمه کلی کار نمیکنه چی نمیفهمی؟ 24,000 روپیه تونه جنس رو بخیدیم اینا حالی که کار مرتگوار میداره ماما بیار ماما سلت کردن گفتن که ایرال ما خوش نکردی نه همه خوش نکردیم میارن گلا گفتم ما پول نداریم ما شرمنده ایم پیش شما انا ما به بزرگواری خور اله ببخشیم چه کار کردی؟ ما به بزرگواری خو اله ببخشیم واسه که ما پول نداریم ما اشتباه اومدم ما جشن تولد بیبی میبودن میگم ما رسم رسوم نداریم چون ما اگوشنگی مال مشاخونی ما مال بغل شده از ما خب انا ما گل نمایی حالا اینو بیاورده که اینو امی کر نمی نه همه میارم چرا با من نوکرت بودم از صبح که اینجا برات میدویدم تو مرکز کردی بیاوردی تو که صلاحیت کنه چی چرا میخریدی گلا ها چیکار میشه برو گیره برو پولا مر بیار برو ما خونو کارتونیم 2 ساعت دیگه من اینجا بشین دی نصف روز امرار ما برام بال خو بیاورده که اینا رو میخرم 2000 روپیه حساب 1840 روپیه میشه زوار پولا مر بیار برو تلین ندی ماما خو میرم از گنه برو پولا مر بیار گفتم برو استاد نشو جلو برو
برو دیگه. من نوکر پیرتون نمیدونم که زردی منتظرتونم. برو زودی. برو دیگه که میتونم با سنگ من سرتو میزنم. زودی. ماشین که بلند میخوره. من میگم 10 دقیقه 6 تا. اسپروز را ما ریخت در را آورده 2 ساعت هم میگم میشم 6 تا. حالا بیا اومده که ما اینا رو خوش نکردیم. بچه تو اگر نمیفهم تم نمیفهمیدی مدام که بیاد پیرزال نمیفهمه همین سچار از ریپه به این وقت بی پولی حال این متگه کیکا خور میداره این گلاخ این متگه ور میداره من چکار کنم خود شما وای 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 اشت در گرفتم بابا بیایم شما کوچه مرتکک میگه مالبا نوکر پیار تو بیدم از اینجا شیشته من گلار یک بی پیور نمیداره لا اله جنجال نکنی خود مردم که بعده راست میگه دیگه از که یکی اینا رو آوردی اینا هم از دستتون مدار میشه این روزگارا سیاه به سر میاری من کی گفتم این تجربه واسه بعد از وقتی که کارو بکرده تو مدل خود تو خود مقال به سر میکنی همین تو جمع کردم نه آنه بابا میگه نوکر پیار کنم من چکار مو چی دعوا داری؟ بله چی دعوا داری؟ پیار دعوا دارم ها همین آدم همین گلا رو از من بیامد بخری کدوم آدم؟ همین آدم ای بات که سکو گپ نزن سکو که گوش کرد گلا رو از من بخری با ما گوهن خونی ما همینجیه نصف روز راه مر به دنبال خو کش کرد به همین گلا 20 تا گل به 25 تا گل به تا همین گری به سینی خو کش کرده تا اینجا بیاوردم 2 ساعت میشه من خوش شدم بیدار شدم حالا بیا اومده که ما گلا رو خوش نداریم هم که خوش داشتیم چرا اول شما ضرر مر سرگردون میکردیم من مزدوریگر مردم اینا دونگی به من میده که من ببریشم اینا خو از خود منیه میگو کوکو جو من گلار دادی بله بعد کده که این گل اسو خریده من پول ملاک ندارم پیار خوب کردم پیار به پول ملاک نه امان مادر خود همین جوی تو بشی که تا علف سس کنه من پول ملاک هم ندارم پیار خوب کردم ما به شما چی میگم کاکو چی میگی به همین آدم گلا مر بخریدنیه آنی هم گلا خورما میگیرم گفتم تا شما میگی استاچو گلا من تو استاچو که میگی جزء پات علف سس کنه من به شما رو نمیشناسم ندیدم برو کوکو برات کار کرده دیگه به درس من نه پولار چیکار میکنی پیار من به پیار تو چیکار دارم بده برو گلا تو از من خریدی من پیار تو چیکار دارم بیا برو تو گیلک برو کار ندارم من پول خورمایم را دانم بعد اگه تامی کیسام سال به 12 ما به پلینیه 1 ریپیه اصلا هم اینجا همین کیسام عمل بدین و تعجب کرده از 1 ریپی پلینیه که دارم بعد ماما جان جین سرکار کن مرتکه میخری به تامو سرک کاشته برو دل من نه من گوش نه میگو به تامو سرک دست رزی نکرده دست رزی نکرده من پولا خورمام لالا برو دل ولات من گوش نه بعد بدم میفهمی بگی یا از شما بگی بابا میگو برداری اگه نوریستون یک که سر تو میده چرا به سر میده میده ازی که ابرو تو نرخ یا گلا خو جمع کرده چرا گلا خو جمع کنم من پول ملاک ندارم پیار کردم بابا شما بریم یک دیگه کیتی یک ریپه نمیدم بابا قدم پیش پاتو بیا یک ریپه نمیدم میفهمی یا نه ماما پیار میگه اخلاق دارن که گردن و بند باشه 6 ماه مولا مسجد ما قرض داره 6 ماه برج 90 ریپه میده مولا مسجد ما قرض داره او آدم پول بده دیگه ماما من حافظ مثلا داره پست من میکنه این تطور اما قدر امو در قلم نکنه کار ندارم فقط من پولا خورمایم پولا میشنوی یا نمیشنوی تو که اجازه خور نداری نه یا برات چیزی نه خر چیزی بس چی گفتم برو منزل تماس اگر به 10 دقیقه دیگه نبردی امی همسایار هم رجق میکنم صدا میکنم میگم می گلا مرینا بیا آوردم من 2 ساعت به خونه نایال با بیا اومدم که من نمای کمی همسایار هم به شما بعد بگه باشه برو مرکز تشریح سال بگم چیزه چه کنیم بی من گلکی داره پول اگه افایصد هم شد بیار ماما 1840 روپیه به کلم 40 روپیه از تو 1800 دیگر برو بیا چه کنیم بی من گلک بکنم بی گلک بکنم میگم بی جشن تولد بی منه برو دیگه کروز ما دیر میشه ما کار دارم اشتباه جنجال افتاده خودی چی اجا خورد دیشتری دیگه شکر زنده باشه ماما جان واقعا به شما بگم من خوب بودم بله سو وقتی دیدم گیلک زنگ زده که بیاین که امروز چاش بیاین بخونیم ما که جشن تولد ببریم ما بگیریم
دیگه واقعا من تعجبم بکردم که چی رقم جشن تولد دوی بعد از 85 سال ما جشن تولد بگیریم. این تا کارا سرترشی گیلک نمیکنه که خود من تعجب کردم. برفته 18 ساعتی گلا مرتگر بخیده بیارده اینجا ردیف کرده. تا گلا مرتگرم بدادم 500 هم برای پول دادم ارز خورم بکردم که در سرام برفته. دو قاب کیک و کلوچه استونده که بیبیرن قرار باشنده پیف کنگان تا سر میتوانه که من جشن تولد میگیرم. با مادر گفتم مادر بعد از 85 سال عمرتو گذشت تو حال هنوز جشن تولد میگه من خبر ندارم که گیلک کردی کاره. یعنی بس جشن تولد در کار نیه؟ بابا دیگه شروع بیشتر که من بچه ها خانواده هم برشم بیاورم به خونه شما آوردم شما خبر نداریم؟ نه من خبر ندارم حالا که بیاورده دیده تا بروف و اینجا که گیلک نموز از زدم که گفت تنیو که برده برسید عوض که اصلا من خراب شد. کاکا جان گپی نبود دلیر نمشکستوندیم دیگه همین جشن تولد برگزار میکنیم میگرفتیم. کاکا جیگر جشن تولد رو به چی خورد میگیرم نه با آدم های 85 سال عمری باشه. هم زدم دیگه اصحاب من خراب شد لالم دیدم مرتگه اونجا درس رو شیشته که میتون سیاست میکنه که دیگه چی به تو آخر اصلا من خراب شد لالو. پس چی دیگه بس ما بریم بخونه؟ کجا میری چاشت بسته که نون نه دیگه مزاحم شما نباشین. نه چاشت نون بخورین که خودش میشه اختلاط کنه. مزاحم شما نشن. نه دیگه که مزاحم حتی نیه دیگه کوکو دیگه شما که خود مانین دیگه. یعنی چی گیلکی بوده؟ چی گیلکی بوده؟ ایت کارو سرترشی میکنم پیش خود ایت کارو سرترشی میکن که خود من تعجب کردم. میدیم تعجب کرده کوکو.